اسم کانال نیست. بینندگان عزیز، ما که در کشور سویدن زندگی میکنیم. امروز آمدیم با بچه ها خرید، با دوست با هم بچه ها را آوردیم، لباس خریدیم و باز اینا را بردیم همبرگر برای از اینا خریدیم، اینا خوردن، یعنی شویشتیم، خسته شدیم، میخوایم تابستان بریم سمستر، به خاطر رمضان برای بچه ها لباس بخریم دیگه. بینندگان عزیز ما را فراموش نکنین، سابسکرایب کنین، زنگوله را انگوله کنین، لایک کنین دیگه، ما را حمایت کنین، دست شما در نکنم. ممنون، تشکر. سلام عزیزای محترم، من هستم با چند تا بچه ها دوست ما خرید آمدیم دیگه. قدس کو اینجا بچه ها ما آمدیم تفریح